فرانسوی‌ها میگویند نیازهای مهم اونها بدون پاسخ مانده است، مانند قدرت خرید، امنیت، نگرانی‌هایی که اونها دارند برای امروز و فردای این جامعه. پس بنابراین میگویند احزاب حاکم، سیاستمداران حاکم سیاست‌هایی داشتند که اینها کارساز نبوده است و بنابراین پیامی دادن به آقای مکرون که باید وضع تغییر پیدا کنه و به این ترتیب هست که عملاً جناح‌هایی از احزاب سیاسی بر سر کار آمدن که به شکل بسیار رادیکالی نسبت به جناح‌هایی که تا امروز در این جامعه بر سر کار بودن تغییر پیدا کرده است. پس بنابراین این معنای این اتفاق انتخاباتی به معنای یک پاسخ دموکراتیک برای این نیازها هست. این تحول سیاسی در فرانسه چه ارتباطی داره با وضعیت جامعه ما برای جامعه ما؟ اگر خاطرتون باشه زمانی که انقلاب زن زندگی آزادی بسیار قدرتمند بود، آقای مکرون نوعی همسویی محدودی را با این انقلاب نشان داد، ولی در عین حال به آنچه که در واقع مورد توجه او بود همانا منافع اساسی خود فرانسه و دیپلماسی فرانسه بودش. به هر حال امروز اگر چنانچه جناح راست افراطی می آمد، این جناح در واقع به هیچ وجه در راستای منافع جنبش مردمی نمیتوانست حرکت بکنه، بلکه نوعی تمایلاتی نسبت به جمهوری اسلامی داشت و در ارتباط با این جناح چپی هم که امروز بر سر کار خواهد آمد، در این زمینه ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که نوعی پشتیبانی نسبت به مردم و جنبش مردم باشه، بلکه بیشتر نوعی در واقع به شکل غیر مستقیم در ارتباط با خود نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح قرار میگیرد.